ولی اگه خیلی نارس باشه، مثلا بگیم حالا مثلا طبق متون روانکاوی بگیم بیمار نارسیستیک باشه، خیلی نمیتونه عشق تجربه بکنه. محبت براش به معنی یه تایید گرفتنه، تایید بهم بده، تحسینم کن، ستایشم بکن. چون اصلا بدون اینا من زنده نیستم. اینا باید وجود داشته باشه که من احساس کنم پس هستم، پس اوکیم. چون من هیچ وقت کافی نبودم، هیچ وقت لایق نبودم. دکتر عارفی گفتن که یه ویترینی برای خودش درست میکنه. یه ترم دقیقی که توی نارسیستیکا وجود داره، ترسشون از مورد تمسخر قرار گرفتنه. وقتی من مورد تمسخر دیگران قرار میگیرم، اون بی‌کفایتی درونی میزنه بالا. بیشتر احساس میکنم من بی‌کفایتم. ویترینی که تمام عمر تلاش میکنم بسازم، دستاوردهام، شغلم، جایگاه اجتماعی، نمیدونم ادبم، حتی نمیدونم تکنیک‌های مدیریتی که بلدم، هر چیزی، همش در خدمت اینه که اون بی‌کفایتیه رو یه جوری ارضا کنه، یه جوری جای اونو پر.